کنگینه ابتکاری از مردم سمت شمال ماست که بتانن در امو شبای سرد زمستان هم میوه تازه به مو سر سفرهایشان داشته باشن. امو گذشته دور که یخچال و سردخانه و اینا نبود، باز اینمی روش سنتی به خاطر ازی بود که نگهداری بکنن میوه را، همچنان یگان ترکاری را، رومی را نگهداری میکردن به می روش. خیلی زحمت هم داره نی؟ تو ما دیقانایی داشتیم که 5000 6000 دانه کنگینه در سال جور میکردن. مال ازی چی باره به نظرتان؟ 3 2 1 به به. چقدر یک انگور اما تو اعلا و سره چیز در حدود 1 کیلو یا هم 900 گرم شاید باشه و قیمتش باور نکردنی نیست. قیمت ازی است اینجا افغانی. خب در شرایطی که ما زندگی میکنیم شاید وطندارای ما توانش نداشته باشن که اینجا افغانی هم گران تمام شود، ولی اگر به دلار محاسبه بکنیم چیز در حدود 50-60 سنت دلار میشه و خیلی خوشایند است. همین چی میگن رو روان آدم تازه میسازه، بخصوص زبانی کمی کنگینه.